حافظ بخوانید یک بار. موسپیدانی که دور این میز نشستند نسل قدیم استادان زبان فارسی دانشگاه‌های دهلی هستند که به همراه اساتید جوان این رشته تلاش می‌کنند فارسی را در هند به علاقه‌مندان آموزش دهند. جلسه خوبی بود. ما خیلی متشکریم که آقای جناب استاد دادعادل به ما دعوت کردن. در عصر یک روز تعطیل در هند حدود 20 نفر از استادان زبان فارسی دانشگاه‌های پایتخت این کشور با رئیس بنیاد سعدی کشورمان دور یک میز نشستند و پیشنهاداتی برای گسترش بهتر و بیشتر زبان فارسی در هند مطرح کردند. پیشنهاد من این بود که هند باید و شاید مرکز شناخت ایران باستان هم باشد. ما از جناب آقای دکتر خواهش کردیم و تقاضا کردیم باید یک استاد اعزامی بفرستند تا هم استادان هم دانشجویان ما از این استاد بهره ببرند. همکنون بیش از 240 استاد در دانشگاه‌های سراسر هند فارسی را آموزش می‌دهند. 2 سال پیش با تصویب سند ملی آموزش در مجلس هند به دانش آموزان این کشور اجازه داده شد که در کنار زبان‌های هندی و انگلیسی زبان فارسی را نیز به عنوان یک زبان اختیاری انتخاب کنند. حالا این اولین سفر عالی‌ترین مقام بنیاد سعدی به هند پس از تصویب این سند است. شما تصور کنید از 1 میلیون مدرسه که در هند هست، از هر 1000 مدرسه یک مدرسه بخوام فارسی بخونن، این شود 1000 مدرسه، یعنی 1000 مدرسه اون وقت در هند فارسی میخونن. اگر این کار درست انجام بشه، فارسی اگر به اون عظمت گذشته برنگرده، از وضع فعلی خیلی بهتر میشه. در هند بیش از 265 میلیون دانش آموز مشغول به تحصیل هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.